ما بگویم یا نگویم؟ اگر من این تشریح نکنم شما هیچ نمیفهمید. ما تشریح میکنم. از او خاطر آقا صاحب مولوی متوکل بد میدونه، پیر صاحب مولوی متوکل میگه بد است. ها قاری صاحب بد میگه نه، میگه ختمای ما را در بدر کردی. مالی پیسر از کجا بگیری؟ ملا صاحب خو اینی طور است ختمه که برادر تو این شرطا را به مردم نشان دادی که ترجمه کنه و حدیث کنه. کلگی ترجمه حدیث از کجا یاد کنه؟ اینطور میگه کلگی ختمه رو اینطور شده. آقاها و دیگه خو کلگی ختمه وجود شد. و بندار علی از کدام طرف کنه؟ خب بیا علی. نماز عبادت است. خب بروای مردا خو خیلی خوانده. نماز خو عبادت الله است، برای الله خوانده میشه. اگر تو میخوای علی این سالی ثواب بره، یک آدم وفات کرده امروز، تو چطور میکنی؟ اگر نفل بخونی، اگر فرض، بهتری است که بعد از فرض دعا بکنی. بعد از فرض دعا مقبول است، در حدیث ثابت است. فرض به الله خیلی زیاد منزلت و مقام داره. بعد از فرض دست بالا کو، یا الله امروز فلانی از دنیا رفت، الله تو معامله آسان قطعش بکنی.